رفت اما من تبدیل به گاو شدم. اولین چیزی که راجع به گاو ها هست اونا 5 تا جون دارن، یعنی 5 تا کمتر از ما. هدف من پیدا کردن دایمنده. اول یکم چوب میزنیم، بعد کرافتینگ و یکم استیک و چند تا یه دونه پیککس و یه دونه عکس چوبی، کمی استون و میریم که آیرنا رو پیدا کنیم. آیرنا رو میکنیم میذاریم بپزن. بعد که پخته میان یه دونه پیککس آیرنی و یه دونه عکس آیرنی میسازیم و 2 تا شیلد. بعد که اینا رو ساختیم میریم سراغ دایمنده. تو ارتفاع 22 منفی 22 و اگه دایموند پیدا بشه که پیدا شد، خدا رو شکر. اینم از دایموندام زیادم هست. خب لایک و سابسکرایب یادتون نره.